عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما دوستان عزیز. خوش آمدید به یک ویدیوی دیگر. دوستان عزیز، در ویدیوی قبلی رفتیم پارک عاشق پادشاه را به تصویر کشیده برای شما دوستان. اما در این ویدیو دوستان عزیز خواستیم که آمدیم تربت و زیارت عاشق پادشاه را برای شما به تصویر کشیده و برای پاک این بزرگ یک دعا کنیم. دوستان عزیز، ویدیو را تا آخر با ما همراه باشید، ببینید، چینل ما را سابسکرایب کنید، زنگ را بزنید تا ویدیوهای بعدی ما را از دست ندهید. دوستان عزیز، چنانچه در ویدیوی قبلی رفتیم در پارک عاشق پادشاه، پارک به تصویر کشیدیم. امروز آمدیم که اینجا سر تربت و خاکش یک دعا کنیم و همچنان زیارتش را به تصویر کشیده باشیم. دوستان عزیز، عاشق پادشاه یکی از بزرگان پیرشهیر ترکیه است که اینجا تربتش است و خاکش است. دوستان عزیز، گرچه یعنی دقیق مسافهش با پارکش گفته نمیتونیم که چقدر راست، اما تخمینی شاید 1000 متر دمی فاصله، دمی مسیر بالاتر پارکش است. اینجا تربتش یا زیارتگاهش. از دوستان عزیز ما را همراهی کنید تا آخر ویدیو را ببینید. میریم سر از این خاک از آقا و تربتش، یک بروای پاکش یک دعا میکنیم و همچنان این تربتش و یا مرقدش به تصویر کشیده یک ویدیو تهیه خواهیم کرد. ما را همراهی کنید و همراه ما باشید، ویدیو را تا آخر ببینید و دوستانتان هم به اشتراک بگذارید. دوستان عزیز، پس بریم ویدیو را ببینیم قشنگ نزدیک. بله دوستان عزیز، اینا دوستان عزیز ببخشید سر و صدا خیلی زیاد، سر و صدای موتورها. اینم زیارت خود عاشق پادشاه، خدا رحمتش کنه، یکی از بزرگای شهیر ترکیه است که اینجا زیارتش است، درش است. دوستان عزیز، بریم یک سر داخل، ما را همراهی کنید دوستان عزیز. بریم ببینیم یک دعا برای پاک روی پاک عاشق پادشاه یک دعا کنیم. ببینید دوستان عزیز، این دیگه همون خیابان روبروست که راست میری به داره عاشق پادشاه. خدا رحمتشان کنه، مردای بزرگی بودن. درش دوستان عزیز قلف است. فعلا دعا را بکنید که انشالله این مریضی ها کم شود، مردم بیایه. ببینید دوستان به این سنگ های زیبا، ببینید دوستان نوشته است عاشق پادشاه، سنه شام و بیوگرافی و زندگی نامش نوشته است. ببینید دوستان عزیز، ببینید نوشته است عاشق پادشاه تربت است، به ترکی نوشته است دوستان عزیز. این کلکین داخلش از این طرف هم دوستان عزیز، حالا چون کس نیست بریم یک اینجا یک دور باغچگکش است دوستان عزیز. خدا رحمت کنه. میبینید دوستان عزیز ساختمانش هم خیلی قدیمی دوستان عزیز. این دوستان عزیز توتای سنگای شفتیده
انشالله وقت پیدا کنم اینجا جور کنم. باغچه داره دورش هست. میبینید دوستان عزیز، خدا همه بزرگان شفتگان رحمت کنه. دوستان عزیز، همونطور که میبینید این البته محوطه و یا باغچه بگوییم که دور تربت زیارتگاه عاشق پادشاه را محوطه کردن و یک باغچه درست کردن. ببینید و این طرف هم خیابان عمومی است. ببینید دوستان عزیز، خیلی قشنگ درست کردن. داریم اینم که دیواراست، دیوارای خود اینم همون اینم یک باغچه‌اش هست. این دوستان عزیز اینم رو به اون خیابان است که رو به بیرون میره. دور بزنیم. اینم درش هست دوستان عزیز. عاشق پادشاه آمدیم که تصویر خودم داشته باشیم، یادگاری. ببینید دوستان عزیز، آدم کدای خیابانه کش این طرف و طرف درخت و خیلی زیبا درست کردم دوستان عزیز. میبینید دوستان عزیز، این طرف هم بریم زیارت عاشق پادشاه امروز آمدیم. خدا قبول کنه. دوستان عزیز شما هم دعا کنید. زیارت هم کردیم، دعا هم خواندیم. خدا قبول کنه. بله دوستان عزیز، دوستان عزیز انشالله که از این ویدیو خوشتان آمده باشه. میبینید روبرو در از دوستان، از این ویدیو خوشتان آمده باشه چینل ما سابسکرایب کنید، زنگ را بزنید، ویدیو را به دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا یک برنامه دیگر دوستان عزیز، همه شما دیدن باشید. من هم میسپارم. خدا نگهدارتون دوستان.